بچه‌ها کسی میتونه بگه چطوری کلاسمون رو تمیز نگه داریم؟ با ماندن در خانه. خفش. خب بچه‌ها دو صفحه دو تا چوب خط داریم. دو تا چوب خط اینجا. هی حواست به کلاس باشه. آقا حواسم به شما. اگه راست میگی آخرین چیزی که گفتم چی بود؟ حواست به کلاس باشه. خندیاره. ببین بین من و تو یکیمون باهوش‌تر از توه. من باهوش‌ترم. 2 سال ازت میپرسم اگه تونستی جواب بدی تو باهوش‌تر از منی. باشه. نادرشاه توی کدوم نبرد مرد؟ نبرد آخر. درست گفتم؟ صورت تکنیکی درست. دیدی فرام؟ سال دوم اهنامه ترکمنچای کجا امضا شد؟ پایین کاغذ اهنامه. درد. برای امروز کافیه. تکالیفتون رو بذارید جلوتون ببینم. آقا اجازه من میتونم بعد از چی؟ نه پس اگه تخلیه چیه؟ پس تکالیفت کو؟ ماری چیزی هستی؟ میگم تکالیفت کو؟ آقا ما ننوشت. تو هم رو افتادی آره؟ آقا اجازه چی برام؟ سر کلاس خوابیده.